بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و خسته نباشید خدمت کاربران سایت زیکو و کانال آموزش نوین. بنده مهدی ارشادی هستم، مدرس دوره آموزش پروژه محور PHP. در جلسات قبلی من اومدم آموزش کامل کار با فرم ها رو به همراه چندین مثال به شما عزیزان گفتم. تو این جلسه قصد دارم توابع مربوط به تاریخ و زمان در PHP رو به شما عزیزان آموزش بدم. توابع زیادی مربوط به تاریخ و زمان وجود داره، اما ما مهماش رو میگیم و اونایی که به کارتون میاد. خب PHP Storm میریم سراغ PHP Storm. دوستان ببینید، برای نمایش، بذارید من این رو ببندم، برای نمایش زمان ما با یه چیزی سر و کار داریم با نام تایم استمپ. تایم استمپ چیه؟ تایم استمپ میاد ثانیه های سپری شده از سال 1970 تا الان رو به ما نمایش میده. ببینید، هر موقع من گفتم تایم استمپ چیه، یعنی بدونید که میاد ثانیه های سپری شده از سال 1970 تا الان رو برای ما حساب میکنه و به دست میاره تا همین لحظه، و هر بارم رفرش کنیم تغییر پیدا میکنه، چون هر ثانیه به ثانیه بهش اضافه میشه. حالا چرا میاد ثانیه‌های سپری شده از سال 1970 رو محاسبه میکنه؟ یعنی از سال 1970 رو به عنوان مبدأ خودش گرفته. چرا؟ چون مبدأ تاریخ در PHP بر اساس سال 1970 برنامه ریزی شده. چون مبدأ تاریخ در PHP بر اساس سال 1970 برنامه ریزی شده، پس برای همین میاد ثانیه‌های سپری شده رو از سال 1970 برای ما محاسبه میکنه. خب اولین تابعی که من میخوام به شما عزیزان آموزش بدم تابع تایم هستش. تابع تایم، برای اینکه تایم رو به ما نمایش بده قبلش اکو میذاریم. تابع تایم میاد چیکار میکنه؟ میاد ثانیه های سپری شده، میاد چیکار میکنه؟ ثانیه های سپری شده از سال 1970 رو به ما نمایش میده. به این ثانیه های سپری شده از سال 1970 تا الان میگیم تایم استمپ. میگیم چی؟ تایم استمپ. من پوشه زیکو رو باز میکنم، میبینید ببین اینجا الان 44 درست، رفرش میکنم میشه 48 49 50 51 52. هر بار که رفرش میکنم یک ثانیه دیگه طول میکشه، یک ثانیه بهش اضافه میشه. الان این میاد، الان این اومده، این عدده، به این عدده ما میگیم چی؟ میگیم تایم استمپ. یعنی چی؟ یعنی ثانیه‌های سپری شده از سال 1970 رو به ما میده. چرا سال 1970؟ چون مبدأ تاریخ در PHP سال 1970. خب حالا ما میخوایم مثلا تایم استمپ ارزم به حضورتون 30 روز دیگه رو نمایش بدیم. تایم استمپ 30 روز دیگه رو نمایش میدیم. میگیم اکو کن BR رو، اکو کن BR رو. بیا چیکار کن؟ بیا اکو کن تایم رو، یعنی تایم الان رو، یعنی همین لحظه‌ای که هستیم، به علاوه 30 روز دیگه رو چطوری بهش بگیم؟ بعد ثانیه‌های 30 روز دیگه رو به دست بیاریم. اگر ریاضیتون خوب باشه میتونید ثانیه‌های 30 روز دیگه رو به دست بیارید. به چه شکل ثانیه‌های 30 روز دیگه رو به دست میارید؟ چند ثانیه فرصت میدم بهتون. ما داریم میگیم چی؟ ما داریم میگیم 30 روز دیگه، پس تایپ میکنیم 30. خب ضرب داره هر ساعت، هر روز چند ساعته؟ هر روز 24 ساعته. ضرب داره هر ساعت چند دقیقه است؟ 60 دقیقه است. و هر دقیقه چند ثانیه؟ 60 ثانیه. پس این الان میاد چی رو به ما نمایش میده؟ میاد تایم استمپ 30 روز دیگه رو به ما نمایش میده. اگر بخوام تایم استمپ 2 روز دیگه رو نمایش بده، خب این 30 رو میکنیم 2. پس ببینید، بذارید یه طور دیگه بهتون بگم. این ارزم به حضورتون، ببینید 30 ضرب در 24 چی رو به ما نمایش میده؟ تعداد ساعت های یک ماه رو نمایش میده. 30 ضرب در 24 ضرب در 60 چی رو به ما نمایش میده؟ تعداد دقیقه های یک ماه رو به ما نشون میده. 30 ضرب در 24 ضرب در 60 ضرب در 60 ثانیه چی رو به ما نشون میده؟ تعداد ثانیه های یک ماه رو نشون میده. یه چیز دیگه، 24 ضرب در 60 ضرب در 60 ثانیه چی رو به ما نشون میده؟ تعداد ثانیه های یک روز رو به ما نمایش میده. خب حالا بریم نمایشش ببینیم. تایم استمپ
30 روز دیگه ما چی میشه؟ میشه ببین این 15 هست 39 15 39 61 17 89 این میشه 15 42 20 37 89. پس این تایم استمپ 30 روز دیگه رو به ما نمایش میده. هر بارم رفرش کنیم میبینید که اعدادشون تغییر میکنه چون از تابع تایم استفاده کردیم. تابع تایم میاد چیکار میکنه؟ ثانیه‌های سپری شده رو هر لحظه محاسبه میکنه. از سال 1970 اونم بر اساس ثانیه، چون بر اساس ثانیه محاسبه میکنه بهش میگیم تایم استمپ. بهش میگیم چی؟ تایم استمپ. خب تا اینجا کار رو به خاطر بسپارید. حالا شما میگید خب به ثانیه به ما نمایش میده، این به چه درد ما میخوره؟ ثانیه اصلا من میخوایم ساعت رو به کاربر نشون بدیم، این ثانیه رو نشون کاربر بدیم، اصلا متوجه نمیشه که این چی رو داره نمایش میده. خب ما یه تابع داریم در چی؟ PHP با نام چی؟ با نام date. ما میگیم اکو کن date رو. خب ببینید داخلش باید ما تک کوتیشن یا دابل کوتیشن بذاریم و فرمتمون رو مشخص کنیم. ببینید فعلا کاری نداشته باشید با این که من چی تایپ میکنم، توضیح میدم اما اگر متوجه نشدید تا چند ثانیه بعد متوجه خواهید شد. ببین من میگم وای بزرگ، وای بزرگ، ام کوچیک، دی کوچیک، این چی رو به ما برمیگردونه؟ خب بذار من سایت تایم داتای آر رو باز کنم. ببینید در حال حاضر روز دوشنبه ماه اکتبر و سال 2018 هستیم. میشه 15/10/2018. حالا ببینید اینجا هم 15/10/2018 رو به ما نمایش میده. بله خب ببینید اینجا این وای یعنی year، یعنی این 2018. دقت کنید حروف بزرگ و کوچیک رو چون تاثیر داره. وای بزرگ سال 2018 رو نمایش میده، یعنی year رو نمایش میده، سال رو نمایش میده. ام months رو نمایش میده، ماه رو نمایش میده به صورت عددی و دی کوچیک هم به صورت عددی روز رو نشون میده. حالا به نظر شما اگر این وای بزرگ رو من وای کوچیک کنم دیگه اون 20 رو برمیداره و 18 رو قرار میده. میگه سال 2018 هستیم، ماه دهم، روز 15. حالا اگر ما همین رو وای بزرگ بذاریم چون بهتره، این رو ام بزرگ بذاریم، این دهه به چی تبدیل میشه؟ این دهه نام ماه رو به صورت مخفف دیگه نشون میده، دیگه نمیگه ماه چندم هستیم، شماره ماه رو نمیگه، نام ماه رو به ما میگه. اکتبر هستیم میگه اکتبر. و اگر همین دی رو هم بزرگ بذارم چطوری میشه؟ 15 قاعدتا باید اسم روزش بیاد، میشه ماندی، میگه ماندی یعنی دوشنبه، اکتبر 2018. خب دقیقاً بر اساس میلادی به ما میگه 15/10/2018 اکتبر ماندی 2018 هستیم. خب ما میتونیم زمان رو هم نمایش بدیم، بگیم HIS. ببینید وقتی که H رو بزرگ بذاریم میگه ساعت 16 هستید، ساعت 16. حالا ما به زمان ایران ساعت 5 هستیم. حالا اینو بهتون میگیم که این ساعت رو چطوری به زمان ایران تبدیل کنیم. ببینید وقتی که اینجا ما H بزرگ میذاریم این ساعت ما بر اساس 24 ساعت حساب میشه. اما اگر این رو H کوچیک بذاریم بر اساس 12 ساعت حساب میشه. مثلا میگه ساعت 4 هستش، 4 و 36 ثانیه، 4 صاف و 36 ثانیه گذشته. حالا بذارید این رو تا برای 1 دقیقه بشه، 4 و 1 دقیقه. پس گفتیم اگر این رو H بزرگ بذاریم بر اساس 24 ساعت حساب میکنه، اگر H کوچیک بذاریم بر اساس 12 ساعت. خب اگر H کوچیک بذاریم که بر اساس 12 ساعت حساب میکنه، خب از کجا تشخیص بدیم PM یعنی بعد از ظهر هستش یا AM صبح هستش؟ یه فاصله میذاریم و یه عدد A رو تایپ میکنیم و رفرش میکنیم، میبینید که PM AM رو بر اساس اون آی که گذاشتیم تشخیص میده. الان میگه PM هستیم یعنی بعد از ظهر. الان شد ساعت 4 و 1 دقیقه و 22 ثانیه. پس من میام زمان رو
این قبل میکنم، ام رو کوچیک میکنم، دی رو هم کوچیک میکنم. HIS گفتم که اگر این H رو بزرگ بزنیم بر اساس 24 ساعت حساب میکنه دیگه، میگه ساعت 16 هستش دیگه، نمیگه ساعت 4 هستش دیگه. نیاز به این PM AM بودن نداریم چون خود کاربر تشخیص میده دیگه عصر یا صبح یا چی هستش. خب حالا ما میتونیم بین این هم علامت هایی بذاریم. مثلا من فاصله میذارم برای تاریخ، برای ساعت هم 2 نقطه میذارم. دقیقا این شکلی میشه، این شکلی میشه ساعت ما. میتونید هر علامتی بذارید بینشون. این که تغییر پیدا میکنه، میگه 15/10/2018 هستیم، ساعت 4:02:22. خب حالا به نظر شما ببینید این تاریخ امروز ماست، درسته؟ پس من قبلش می‌نویسم time now، تاریخ امروز ما هستش. حالا به نظر شما ما اینجا گفتیم چی؟ این گفتیم اکو کن تایم رو به علاوه 30 روز دیگه، یعنی تایم استمپ 30 روز دیگه رو به ما نشون بده. ما میخوام ببینیم تایم استمپ 30 روز دیگه دقیقاً چه تاریخی میشه، چه روزی میشه. چطوری این رو بگیم؟ میگیم اکو کن تایم next time. حالا دیگه میگفتیم next time. خب تاریخ 30 روز بعد ببینیم میشه چی. میگیم همین دیت رو بذار، خب وای رو بزرگ بذار که به چه صورت نمایش بده، که سال رو به صورت کامل نشون بده. اگر 2018 هستیم تایپ کنه دقیقاً 2018، 18 آخرش رو تایپ نکنه. میگیم بر اساس اسلش جدا کن، ام رو کوچیک بذار، دی رو هم کوچیک بذار، ساعت رو H رو بزرگ بذار، آی رو کوچیک و اس رو کوچیک. این آی و اس رو هم کوچیک و بزرگ بذارید تاثیر داره. خب حالا این تابع دیت یک ورودی دوم هم میگیره و این ورودی دوم چی هستش؟ که این ورودی دوم دل بخواهی هستش، تایم استمپ رو میگیره. اینجا ما میایم این تایم استمپ رو بهش میدیم، یعنی 30 روز دیگه. میتونیم داخل متغیر بذاریم و متغیر رو بهش پاس بدیم، میتونیم همون خودش رو هم قرار بدیم. ببینید تایم استمپ 30 روز دیگه، ما الان گفتیم بیاد دقیقاً تاریخ 30 روز بعد رو به این شکل به ما نمایش بده، ببینید 30 روز بعد چه موقعی میشه. خب رفرش میکنیم و اینجا میبینید که تایم 30 روز بعد ما میشه، ببینید 14/11 هستیم، 14/11 میشه 14 برج 11 سال 2018. ساعتش هم دقیقا میشه 15:04:29. مثلا ما یک سایتی برنامه نویسی کردیم. خب یک سایتی اومدیم برنامه نویسی کردیم، کاربر میاد یک اکانت طلایی میخره از سایت ما و این اکانت طلایی 30 روز فقط فعاله. خب ما میایم با استفاده از تایم استمپ نکست تایم، یعنی 30 روز تایم استمپ 30 روزش رو به دست میاریم، بعد پاسش میدیم به این تاریخ. میگیم اگر این 30 روز، اگر تاریخ الان ما برابر شد با این تاریخ، یعنی با تایم استمپ 30 روز دیگه، اگر تایم استمپ الان ما برابر شد با تایم استمپ 30 روز دیگه، بیا اکانتش رو غیر فعال کن. یعنی چی؟ یعنی وقت اکانتش تموم شده و باید شارژش کنه تا مجدد 30 روز دیگه واسهش فعال بشه و اگر چنین نبود که بذار استفاده کنه. پس تابع تایم ورودی اولش که اجباریه که باید تک کوتیشن داخلش بذاریم و به این صورت بهش بدیم تا ساعت و سال، ماه، ساعت، دقیقه، ثانیه رو به ما نمایش بده. ورودی دومش تایم استمپ میگیره. این تایم استمپی که در ورودی دومش میگیره، میگیم چی؟ میگیم تاریخ اون تایم استمپی رو که مشخص کردیم به ما بده. حتی اگر، خب امیدوارم دوستان این رو متوجه شده باشید. پس به طور خلاصه من اینها رو مجدد بگم. اکوکون تایم میومد چیکار میکرد؟ تایم استمپ همین الان رو به ما نمایش میداد.
اگر بخواستیم بگیم تایم استمپ 30 روز دیگه رو نمایش بده، میگفتیم یا تایم استمپ 10 روز دیگه رو نمایش میده، میگفتیم 10 ضرب داره، یعنی 10 روز دیگه. هر روزم 24 ساعته، هر ساعت هم 60 دقیقه و هر دقیقه هم 60 ثانیه. این دقیقا میاد تایم استمپ 10 روز دیگه رو به ما نمایش میده. تایم استمپ 10 روز دیگه رو داره به ما نمایش میده. اگر بخوایم همین تایم استمپ 10 روز دیگه رو حساب کنیم ببینیم چه تاریخی میشه، اول میگیم شما چیکار کن؟ اکو کن دیت الان رو، تا تاریخ الان رو ببینید تا ببینیم 10 روز دیگهش کی میشه. خب میگیم وای رو بزرگ بذار تا سال رو کامل نشون بده، یا ام رو کوچیک بذار تا ماه رو به صورت عددی نمایش بده، دی رو هم کوچیک بذار تا روز رو به صورت عددی نشون بده. H رو میگیم کوچیک بذار تا بر اساس 12 ساعته حساب بکنیم. پی ام آمش رو خودمون مشخص میکنیم دیگه. آی رو کوچیک بذار و اس رو کوچیک بذار. اینجا هم یه آ بذار، گفتم که برای تعیین چی؟ برای تعیین پی ام یا آ ام بودن. اگر این اچ رو بزرگ میذاشتیم دیگه نیاز به این گذاشتن این آ نبود، چون کاربر خودش متوجه میشه. من صرفا الان اچ رو کوچیک میذارم، یه بارم یه مثلا با اچ کوچیک زده باشه. خب میگیم اکو کن بی آر. ببینید الان روز 15 از برج 10 سال 2018 هستیم. حالا میگیم تایم استمپ 10 روز دیگه رو، تایم استمپ یا زمان 10 روز دیگه رو به ما نمایش بده. باز مجدد از همین دیت استفاده میکنیم، یه کپی ازش میگیریم. خب و ورودی دومش رو ما میدیم چی؟ ورودی دومش رو ما همین تایم استمپ 10 روز دیگه رو بهش میدیم. تایم استمپ گفتیم یعنی چی؟ یعنی ثانیه‌های سپری شده از سال 1970. چرا گفتیم سال 1970؟ چون مبدأ تاریخ در PHP بر اساس سال 1970 برنامه ریزی شده. خب الان ببینیم 10 روز دیگه قاعدتا باید بشه 25م تاریخ ما. ببینید که تاریخ ما شد 25م، دقیقا هم همون ساعت شد. ما میگیم مثلا اگر تایم حال حاضر ما که این هستش برابر شد با این، شما بیا مثلا فلان چیز رو غیر فعال کن، اکانتش رو غیر فعال کن. یا مثلا ما میخوایم مثلا نمونه سایت خودم، بذارید تو مثال بزنم. من هر کاربری که داخل سایت هم ثبت نام میکنه، بعد وقتی که دکمه ورود یا خروج از سایت رو میزنه، دقیقا یه بخشی رو تنظیم کردم که میگه کدام فلان کاربر فلان ساعت فلان روز فلان دقیقه از سایت خارج شد یا به سایت وارد شد. بذار یه اکانت تستی بذاریم با نام زیکو IR زیکو. پسورد رو میذارم، یه ایمیل هم میذارم zikotest@gmail.com. پسورد رو نمیدونم چند گذاشتم، مجدد شماره موبایل خودم رو تایپ میکنم و عضویت در سایت رو میزنم. ثبت نام با موفقیت انجام شد، رمز رو میزنم. خب بعد میگم ورود کن به سایت. وقتی که ورود کرد به سایت، الان توی پنل مدیریت من دقیقاً یه ساعت ثبت میشه که میگه ساعت 17:40 فلان کاربر به سایت لاگین کرد، و وقتی که خروج از سایت رو بزنم میگه فلان کاربر ساعت 17:40 و فلان ثانیه از سایت خارج شد با فلان IP. خب حالا بذارید نمایش بدم، میبینید که چقدر به کار ما میاد این تاریخ و زمان در PHP. پس یاد گرفتن اون مهم هستش و صرفا دارم آشناتون میکنم که در PHP تاریخ و زمان چرا به کار ما میاد. خب میریم بخش لاگ کاربران. ببینید میگه کاربر زیکو داتای آر ساعت 17:40 به سایت لاگین کرد. اینم آی پیش ساعت 17:40 هم از سایت خارج شد. اینم آی پیش. میبینید چقدر جالب شده؟ پس تاریخ و زمان در PHP خیلی به کار ما میاد. یکی این بود که ما تایم استمپ رو بهتون گفتیم، تابع تایم رو گفتیم که تایم استمپ رو به ما نمایش میداد، تابع دیت رو گفتیم که ساعت رو به صورت واقعی ساعت رو به جوری نمایش میده که کاربر نگاش کنه متوجه میشه ساعت چنده، چه روزیه، چه ماهیه، چه سالیه.
اما تایم استمپ رو ببینه اصلا متوجه نمیشه این تایمه، این اعداد داره ثانیه ها رو از سال 1970 نمایش میده. خب گفتیم که تابع دیت ورود دومی هم میگیره که میتونیم بگیم مثلا بیا ساعت و روز، بیا سال و ماه و روز، ساعت و دقیقه و ثانیه این تایم استمپی رو که بهت دادیم حساب بکن و نمایش بده. که ما تایم استمپ 10 روز دیگه رو نمایش دادیم بهش و 10 روز دیگه رو اومد به ما نمایش داد. چیز سختی نداره. خب بریم حالا سراغ تابع بعدی و مثالهای بعدی رو بزنیم. یه تابعی داریم با نام str2time. ورودی که میگیره به این شکل، مثلا میگیم که 2015 دقیقا با خط فاصله جداش کنید اینجا، ماه پنجم، یا میگیم مثلا سال 2000 ماه پنجم روز مثلا 6 و ساعت مثلا 18 دقیقه 45 ثانیه 59. این میاد چیکار میکنه؟ این میاد یک str2time میاد. یعنی چی؟ یعنی رشته رو به زمان تبدیل میکنه. یه رشته بهش دادیم به این شکل، میاد این رشته رو به چی تبدیل میکنه؟ به تایم استمپ. و تایم استمپ این زمان رو به ما میده. الان اگر بگیم اکو کن str2time رو دقت کنید، تایم استمپ اون زمان رو اومد به ما داد. هرچی هم رفرش کنیم ثابت میمونه دیگه، یه زمانی که از قبل ماست. خب حالا میام چیکار میکنم؟ ببینیم آیا اصلا این تابع درست تبدیلش کرده یا نه. خب میام الان با مثال بهتون میگم بیا مجدد از تابع دیت استفاده کن. به این شکل باشه: وای بزرگ، ام کوچیک، ای کوچیک، اچ بزرگ، آی کوچیک، اس کوچیک و تایم استمپی هم بگیر. این تایم استمپ رو بگیر. خب الان باید دقیقا بیاد این رو به ما نمایش بده. بگی سال 2000، رفرش میکنیم میبینیم دقیقا همین شد. سال 2000 ماه پنجم روز ششم دقیقا همون ساعت هم شد. پس دیدید که تابع str2time میاد چیکار میکنه؟ میاد یک رشته میگیره به این شکل، دقیقا روز و ماه و سالشو بعد به این شکل جدا کنید با خط فاصله و ساعتشو با 2 نقطه میاد به این شکل میگیره و اون رو به تایم استمپ تبدیل میکنه و به ما نمایش میده. پس کار تابع str2time شد چی؟ str2time به تایم استمپ تبدیل میکنه اون زمانی رو که ما بهش میدیم. میاد به چی تبدیل میکنه؟ به تایم استمپ. خب بریم سراغ تابع بعدی و آخرین تابع، یا یکی مونده به آخر. خب تابع بعدی اکو کن میکروتایم هم میاد یک عرضم به حضورتون میکروتایم. میگیم اکو کن میکروتایم رو. یه چیزی به ما داده. این چیه؟ به نظر شما این چیه؟ از اسمش متوجه خواهید شد این چیه. ببین این میاد. ببین تابع تایم میومد چیکار میکرد؟ تابع تایم میومد ثانیه ها رو از سال 1970 به ما میده. اما تابع میکرو تایم میاد میکرو ثانیه ها رو از سال 1970 تا الان بهمون میده. دقیقاً عین همون تابع تایمه، اما با این تفاوت که میکرو ثانیه ها رو حساب میکنه از سال 1970 تا الان، اما تایم میومد ثانیه ها رو از سال 1970 تا الان استفاده میکرد. اصلا با تابع میکرو تایم ما کاری نداریم و ازش استفاده نمی کنیم و کل کار ما با تابع تایم و دیت هستش. تایم استمپ الان رو بهمون میداد، یا میتونستیم با استفاده از تابع تایم استمپ چند روز دیگر هم جلو حساب بکنیم، بعد بدیم به دیت تا اون رو به ما نمایش بده که تایم استمپ اون 10 روز دیگه دقیقا میشه چه روزی. پس بیشتر کار ما با همون تابع دیت هستش. بریم سراغ تابع آماده بعدی. تابع چیه؟ اکو کن
get date. تاب get date میاد یک تایم استمپ رو میگیره و خروجی رو به صورت آرایه برمیگرده. یعنی من اگر بگم اکو کن با ارور مواجه میشیم، اکو کنم با ارور مواجه میشیم. بعد از وردامپ استفاده کنم، بگم وردامپ کن چی رو؟ تابع get date رو. خب یه ورودی میگیره، یه تایم استمپی میگیره، مثلا میگیم دلار تایم، همون تابع تایم رو بهش پاس میدیم، یعنی زمان کنونی. زمان کنونی رو بهش میدیم، ببینیم به چه صورت برمیگردونه. ببینید یه آرایه برمیگردونه که شامل خونه های زیاده، خونه سکند، خونه مینیت، خونه ساعت، خونه ام دی، دبلیو دی، مان، یر، وای دی و ویچ دی و اینا هر کدوم یک چیزی رو نمایش ما میده و یک خونه هم داره با کی صفرم که میاد تایم استمپ اون زمان رو به ما نمایش میده، یعنی زمان حال حاضری که ما این صفحه رو باز کردیم. این سکانت رو میده، میگه ثانیه 58، مینیت رو میگه دقیقه 16، ام دی رو میده، میگه روز 15 و مثلا میگه چه روزی هستش، میگه مثلا دوشنبه هستش. دبلیو دی میگه مثلا چه روزی آره ماندی رو به ما نمایش میده، سال رو به ما نمایش میده و اطلاعات جامعی رو به ما میده. که صرفا این هم خواستم بهتون بگم که چنین تابعی هم وجود داره که یک که تایم استمپ میگیره و خروجیش به صورت آرایه و اطلاعات جامعی رو به ما میده. اگر بخوایم سکند رو نمایش بدیم توی اسم خونه‌اش چه سکند، پس میگیم اکو کن. خب دیگه البته میگیم اکو کن مثلا get date، داخلش تایم بود دیگه، آره، خونه سکند، یه همچین چیزی به ما نمایش میده. خب دوستان کل کار ما با همون تابع دیت و تایم بود و خیلی خیلی زیاد از دیت و تایم استفاده میکنیم و فکر نکنم مثلا از میکرو تایم و عرضم به حضورتون همین get date. این get date خیلی تابع جامع و کامل و خوبی هستش استفاده کنیم. با این حال و اون تایم و دیت رو به خوبی متوجه بشید. من چندین بار گفتم، توضیح دادم اون تابع تایم و دیت رو به شما عزیزان. امیدوارم متوجه شده باشید و در طی دوره خیلی از اینا استفاده میکنیم و مثال هایی رو خواهیم زد و مسلما یاد خواهید گرفت. تا قسمت بعدی، خدا نگهدار.